گفتن زیارت خواجه غلطان ولی چگونه است. ببینید در این مورد من کلیپ هم فکر کنم دارم. کسایی که به زیارت خواجه غلطان ولی میروند آیا مشرک میشوند؟ اول باید بگیم که نام این شخص به نام خواجه غلطان که یاد میکنن این کاملا حرف غلطی است. بعضی متاسفانه این شخصیت رو نمیشناسند. این شخصیت استاد خواجه عبدالله انصاری شیخ الاسلام هروی است. از بزرگترین استادای او بوده و شیخ الاسلام خواجه عبدالله انصاری از پیش یه آدم فارغ التحصیل شده. یعنی مثل امروزه که بعضی از پیش یک عالم فارغ میشن، این از پیش همین آدم فارغ شده و درس تفسیر پیش او خوانده و پیش منبر او نشسته و جاینشین او بوده در درس تفسیر. و خواجه عبدالله انصاری در تفسیر خیلی شهرت داشته و حتی در زندگی نامه او نوشتن که خواجه عبدالله انصاری در روی یک آیه قرآن کریم 1 سال درس میداد و صحبت میکرده. خیلی مهارت داشته، از 107 تفسیر نقل میکرده. 107 تفسیر یعنی در واقع یاد داشته، حفظ داشته. خیلی قوی بوده در این باب و احادیثی که نقل میکرده خواجه عبدالله انصاری رحمه الله بر اساس سند روایت میکرده. بی سند روایت حدیث جایز نمیدانسته. یعنی باید از خود تا پیامبر سند خود یاد میکردی. این قانون او بوده. و این کتاب چی را نگاه نکنید از خواجه عبدالله انصاری که به نام تفسیر کشف الاسرار میگن، این از خواجه عبدالله انصاری نیست. حتی در مقدمه او نوشته که این از شخصی به نام رشید الدین میبودی است. او آدم آمده نوشته کرده تبرکانی را به اسم خواجه عبدالله انصاری کرده و در او کتاب پر از احادیث دروغی است که اصلا به شأن و مقام خواجه عبدالله انصاری که محدثی بسیار قوی بوده نمیخوره. کتابای اصلی خواجه عبدالله انصاری مثل ذم الکلام، مثل الفاروق، اینها هست که متاسفانه اونا چون به زبان عربی است در دسترس عموم قرار ندارد. کشف الاسرار خیال میکنن از خواجه عبدالله انصاری است، در حالی که نیست. حتی در مقدمه او نوشته که نیست و ظاهرا صاحب او هم خیلی عالم قوی نبوده چون خیلی روایات دروغی در اون کتاب خدا آورده. اما در رابطه با استادش اسم او شیخ یحیای عمار است، یعنی که به نام خواجه غلطان میگن. نام اصلی او یحیای عمار هست. شیخ یحیای عمار اصل خود از نیمروز بوده، از اون طرفا بوده. با سفر میکنه و دعوتگری قوی بوده، مفسری قوی بوده و در عقیده اهل سنت بسیار جدی بوده. عقیده اهل سنت تبلیغ میکرده و بر ضد اهل بدعت و متکلمین خیلی شدید بوده در مقابلشان. و حتی خواجه عبدالله انصاری فکر کنم میگه یحیای عمار خاری بوده در چشم مبتدعین و چشم متکلمین. خب بعداً باز اون آدم به هرات آمده و در هرات تدریس میکرده، درس تفسیر میداده و 2 دوره تفسیر قرآن را درس داده. باز بعداً فوت کرده و خواجه عبدالله انصاری اونجا شاگرد او بوده. یکی از علما و دعوتگران بزرگ است، الله رحمتش کند. اما بین صوفی ها مشهور شده که شیخ یحیای عمار وقتی که از به نام خواجه غلطان میگن وقتی از نیمروز آمده اینجا دیده که این شهر اولیاست، همه جای خاک او اولیاست. گفته اینجا اگه قدم بگذارم بیادبی میشه. از سر کوه خود قل داده آمده پایین تا مرده. لازم این به نام خواجه غلطان شده. یک خرافات، یک حرف بی جایی که هیچ داده تاریخی رو تایید نمیکنه. خرافاتی است بین مردم عوام. در کتاب ها میبینید نه او آمده 2 سال اینجا تفسیر درس داده، این حرفای بیجا و بی دلیل چیه والله شهر اولیاس بیا خود قلب بدم. این شکل باشه مردم همه در مدینه باید خود قلب بدن که بمیرن دیگه. وقتی این شهر اولیا باشه او که دیگه شهر انبیایی میخواد دیگه یا بیت المقدس که شهر انبیایی. خب یه خیلی حرف بیجا و دروغی است و این کسایی که در اونجا میرن قلب میزنن نادرست است، ناجایز است. اما اینکه مشرک میشن بازی بحث جدایی است. نه دیگه خیلی کسا اونجا به اساس تفریح میرن اونجا تفریح کنن، 4 تا قلب میزنن، فلا ساتیری میشه برایشان. کار خرافاتی هست، اشتباه هست، اما هر کدام این کارها نمیتونیم شرک بگیم. خب مگر اینکه بعضی کارهای شرکی انجام بدن بحث جدایی است.